بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این آموزش برای شما آموزش جور کردن صفحه فیسبوک کار میکنیم. خب میریم به صفحه موبایل ما، وارد برنامه فیسبوک میشویم. وقتی وارد برنامه فیسبوک شدیم، بالای آپشن فیسبوک کلیک میکنیم. ببینی وقتی منوی فیسبوک ما آمد، خب کم ذره بالاتر میریم، ببینید قسمت پیج نوشته است، اینجا پیج یا صفحه. بالا از این پیج کلیک میکنیم. ببینیم ما 3 صفحه داریم، از قبل جور کردیم. ما میخوایم حالا یک صفحه جدید چی کنیم، ایجاد کنیم. بالای دی قسمت چپ بالای کریت کلیک میکنیم. ببینید اینجا بالای کریت کلیک کردیم، این قسمت ها خودش تکست زدگی است. بالای نکست کلیک میکنیم و باز بالای گت استارتد کلیک میکنیم. خب این در اینجا برای ما میگه که نام صفحه تان چی میبینید، صفحه فیسبوک را جور میکنید، نامش چی میگذارید. بالا از کلیک میکنیم، مثلا نوشته میکنیم مثلا افغانستان، به انگلیسی نوشته میکنیم. شما اگر دلتان صفحه تان به فارسی نوشته میکنید یا به انگلیسی، و کار خودتانه. من اینجا به انگلیسی افغانستان نوشته کنم. بالای نکست کلیک میکنیم. خب اینجا میگه از قبل وجود داره افغانستان، باش ما یک نام دیگه بانم، افغان تکنولوژی، این به فارسی میبانم. اینجا افغان تکنولوژی. اینجا بالای نکست کلیک میکنیم. خب در این قسمت از ما میگه 3 کاتگوری را شما باید چی کنید، انتخاب کنید. ما این 3 کاتگوری این در قسمت پایین هم نوشته است. اگر این را کاتگوری را کار نداشتیم، اینجا میتونیم اینجا اگر حرف شد نوشتم کنیم، مثلا فنی اف بزنیم، ببینید جز فارفن هر کدام میره که شما انتخاب کردید. ما اینجا میگیم در این قسمت که آماده داره، بالای آرت کلیک میکنیم، پرسونال بلاک کلیک میکنیم، 3 دانه انتخاب شد. بالای کریت کلیک میکنیم. اینجا ببینید صفحه ما پیش رفت. اینجا قسمت جنرال، اینجا از ما میخواه بایوگرافی، یعنی در مورد زندگی نامه ما از ما پرسان میکنه. ما اینجا نوشته نمیکنیم، صرف اینجا نوشته میکنیم سلام، به صفحه من خوش آمدید. چون ایره در سر صفحه زیر نام پروفایل ما اینجا نشان میده. در قسمت کانتکت اینجا ارتباطات برای ما میره. می چی وبسایت داریم، می وبسایت نداریم، می ایمیل آدرس داریم. بله اینجا ایمیل آدرس خود، اگه ایمیل آدرس خود مثلا اینجا چی میکنید، وارد میکنیم. اینجا در قسمت فون نمبر هم شماره تلفن خود میزنیم. یادتان باشه که در قسمت اولش چی میکنین، مثبت 93 باید بزنید که کد افغانستان. باز بعد از او شماره چی میکنه، تاییدش میکنه. بعد از اینجا از ما آدرس ما را میخواد. آدرس ما میگیم مثلا افغانستان انتخاب کردیم. در کدام شهرش هستیم، مثلا کابل را کلیک کنیم. کابل افغانستان در اول می کلیک میکنیم. بله اینجا دیگه قسمت دیگه زیپ کد است. هر کشور هر شهر کس از خود یک کد داره. کد کابل کس 1001 هست. خب اینش هم انتخاب کردیم. اینجا میگه شما چی میکنیم، ما میگیم صفحه ما همیشه وقت باید چی باشه، باز باشه، always open. این بالاش کلیک کردیم. اینجا next کلیک میکنیم. ببینید صفحه ما در حال ایجاد شدن است. اینجا میگه عکس پروفایلتان چی میبینید. من یک قطعه عکس مقصد سر صفحه ما میبینم. میشه اینجا یک عکس هم در بک‌گراندش اینجا کلیک میکنم. مثلا این عکس حدیثه میبینم. ببینید او عکس بک‌گراند ما شد، یک عکس صفحه ما پروفایل ما. بالای نکست کلیک میکنیم. این از می دوستایی که ما در فیسبوک داریم میگه شما درخواست کنید که بیان صفحه شما را چی کنن، فالو کنن. ما بالای سلکت آل کلیک میکنیم، به 1000 نفری که هست سلکت آل کردیم. بالای نکست کلیک میکنیم، اینوایت کلیک میکنیم که درخواستی ما بر از او چی کنه برا، و اگر بیان صفحه ما را باز کنن، فالو کنن، باز ما چیز میشیم، فالوور پیدا میکنیم. بالای دن کلیک میکنیم. ببینید صفحه ما جور شد.
افغان تکنولوژی. ببینید زیر از لایک هم تا فعلا نخورده، 0 فالوور است. اینی هم که گفتم بایوگرافی که بود اینجا دزیر نوشته اون سلام به صفحه من خوش آمده. ببینید حال شما میتونید مثل فیسبوک وارد چی کنید، در صفحه خودتان ریل بندازید، ویدیوهای کوتاه، عکس پست کنید، هر چیزی که میخواستید میتونید پست کنید. تشکر دوستای محترم از اینکه ویدیو آموزشی ما را دیدید. خب الله کند که از ویدیو آموزشی ما شما یک چیز برداشت کرده باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.